سوال دیگری که برادران عزیز و گرامی اومده است، میگه که ما 3 نفر در مهاجرت در یک خانه زندگی میکنیم. هر 3 ما ناس میکشیم. بعضن وقت از کار دیر میآییم. نمازمان قضا میشود. آیا یکی از ما میتوانیم که پیش در آمده نماز را با جماعت خوانیم؟ برادران عزیز و گرامی، اولا سوال اینها را من جواب گویم که مقصدش که مادامی که ما 3 نفر هستیم و ناسکش هستیم، یعنی ای پشت یکدیگر نماز خواندن من درست است؟ البته درسته. ای پشت ناسکش نماز بخواند درسته. نه که ای پشت ناسکش اگر آدمی که ناس نمیکشیدگی باشد نخواند. نه که ناسکش و با ناسکش اقتداش برادر عزیز درسته. او یکی نمازها را قضا میکنین، اون هم گناهش امین ناسکشی هیچ کمی نداره. برای همین برادران عزیز و خیلی گرامی، ما همین در نزدیکی در یک معرکه بودیم که مردم بسیار هم در اون معرکه شرکت داشتن. یک برادری ما از همون مهاجرت، من اک نام شخص نگیرم به خاطری که با هر یک نفر مقصد گمانهای نیک یا گمانهای بد پیدا نکنن، بسیار شکایت کرد که همون مردم روس از حساب همین ناسکشی همین مردم ما را همچه یک آدمی مقصد به تمیز میدانند. از ما خواهش کرد که بابای حاجی یگان برنامه اگر درباره همین ناسکشا شما اگر کنین بسیار خوب میشود، زیرا که در هر یک اتوبوس های، مشروطه های، تاکسی های، تلفن های وقتی میبینیم موعظه های شما را گوش میکنن. همون برادر از ما همین خیلی خواهش کردن. اگر چند برادرها اولی این برادر ما شکایت نکردن، من همون دوره هایی که در منبر بودم درباره ناس من بسیار صحبت ها کردگی بودم و الحمدلله رب العالمین که نتیجه های خوبم داده بود. من از خود همین کولا برای شما مقصد گفتنی هستم که چندین نفرهایی بودن که برای ما رحمت گفتن که حاج بابا با سبب همون دلالت شما ما خلطای ناس ما پرت افتیم. برای همین باز یک بار دیگر برادران عزیز و حتی بعضی خواهرها هم مبتلای همین درد بدهند. به همتون مراجعت میکنم که مسلمان کیست؟ اگر ما همین خیلی به شرطی که سوال تیم، مسلمان نفری هست که چقدر باید آلوفته باشد، چقدر باید تازه باشد. بینین بدنش باید بوی نداشته باشد، لباسهاش باید چرکین نباشد، جای نشستش باید تازه باشد، جای خوابش باید تازه باشد، ظرفهایی که در اون می نوشه و می خورد تازه باشد، دستاش باید تازه، ناخونهاش باید تازه باشد. بینین پیامبر نازنین ان الله جمیل یحب الجمال میگفت، خداوند زیبا را دوست میداره. ان الله نظیف یحب النظاف، الله پاکا را دوست میداره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر بر امتون سختی نمی آمد یا مشکلات اگر اونها برای خودشون احساس نمی کردن یا همین کار وزبینشون نمی آمد، من پیش هر یک نمازش امرش میکردم که دهانهاشون مسواک کنن. زیرا پیامبر نازنین من میگه که السواک بین مطهرتون للفم و مرضاتون للرب، کسی را دهنش تازه های، دهنش پاک های. یعنی ببینین نازکش نیست برادر عزیز. پیامبر نازنین میگه که
دهانی که پاک است، بین مسواک دهان پاک میکند و نفری که مسواک میزدن دهانش پاک است، الله را از خودش راضی میکند. برادرای مسلمان، در شریعت ما دهان پاک نگه داشتن ببینید که حتی که رضاگی پروردگار هست. برای همین این کاری را که شما میکنین، ما در حدیث های بیشمار داریم از پیغمبر نازنین که میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. برای گناهگار شدن تان دادرای عزیز این قدر بسه که شما یک سامانی را که الله مهربان برای نفقه شکم خود و فرزندات برای تو نصیب میگردانه و تو او را رفتن ناس میخری، پیامبر گفت که برای گناهگار بودن و خجالت در پیش پروردگار کشیدنت همینش بسه. برای همین خیلی احتیاط کنید برادرای عزیز و گرامی. وقتی مرد مسلمان تازه باشد، پاک باشد، آیا این وقتی من در کیسم ناس، در دهنم ناس، آیا بر خلاف شریعت نیست؟ میگن امام مالک در موطأش آورده است، رقم حدیث 1494 عن زید ابن اسلم خب ان عطاء ابن یسار اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل صائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن خب اخرج كأنه يعني إصلاح الشعر رأسي واللحية ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم صائر الرأس كأنه الشيطان. برادرای عزیز، امام مالک در موطأش آورده است با رقم حدیثی که من به شما گفتم. میگه پیامبر در مسجد نشسته بود. این زمان میگه یک نفری در آمد که مویهای سرش چرک بود، شانه ناکرده بود، ریش هاش هم ولی بسیاری برادران رو میبینی همین ریش های حتی بگیم همین ریش هم به خودش یک ترتیب داره، موی سر هم به خودش یک ترتیب داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من کان له شعر فلیکرمو. وقتی آدم موی سر تازه نگه دار، موی سر یک شانه کو، آخه یک ترتیب در بیارش، یک زیباش کو. میگه یک نفر آمد در آمد ریش هاش هم همین تا شانه ناکده، ریش هاش هم در یک حالت بی ترتیبی، موی سرش هم همچنان. خواست که با پیامبر زیارت کنن. پیامبر گفت که بیرونش کنین، با ترتیب بیارینش. وقتی بردن سر روی ریش شانه کردن، قیچی زدن، تازه کردن، زیبا کردن. وقتی در آمد پیامبر مقصد در آغوش گرفتش، گفت این بهتر نبود که خطرنگ شیطان کرده بودی. برادرای عزیز، شما بینید که پیامبر گرامی در سر روی و در تمام اخلاق تمیز ما برای ما مقصد بیان ها داره. برای چی الله مهربان میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ شما زندگی و حیات از پیامبر آموزید. در دم آخیره که حضرت دنیا را پدرود میگفت، عایشه مادرمون گفت مسواک کبته. ببینید وقتی آورد مسواک خاک بود، خشک بود، گفت در دهنت ملایمش کرد، در دهنش ملایم کرد. حضرت همون را در دندانکاش مالید و با همون دستش افتید و با پروردگارش پیوست شد. بینید که حتی در دم آخرش هم دهنش تازه کرد، دنداناش پاک کرد و بعد دنیا را پدرود گفت. برای این برادرای عزیز و گرامی، شما در این کردارتون مبلغ میتی، در مبلغ پیش خدا جواب میگویی. بین پولی که به دست میاری در پولش پیش الله مهربان جوابگری، استعمالش میکنی در پیش پروردگار جوابگری. برای همین دادرای عزیز، همین موعظه را برای چی شما گوش میکنید؟ به خاطر که در خودتون یگان قبول کنین بهبودی شود. برای همین زمان همین سخنها را گوش کردی، زمان همین مراجعت ما را گوش کردی، به خدای مهربان قسم برای فایده خودتون میگم، برای فایده هم دنیات میگم، هم فایده آخرتت میگم. بسیاری ناسکشای هستن که شما یک بارک مقصد بگم را دهن شوی کنید، دهنش نگاه کن، دندانای هم را نگاه کن. بسیارش بیچاره گوشتاش ریخت است. آخر در ترکیب ناس
ولی ما را برادرها میپرسند که همین پپسی کولا بخورین یا مارژین را بخورین و ما میگم سستاوش نگاه کن، همون ترکیباتش نگاه کن، یگان چیز شبهه آور نباشه خوردن بگی که همین سستاوی ناس ببین، در همین سستاوی ناس چیه؟ همین ناس تماکو داره، آهک داره و گفتی همین ناس تیار کنه خاکستر داره با بعضی چیزهای افلاسی دیگر داره. سستاوی همین را نگاه که یگان چیزی حلال داره یا نداره. برای همین برادرای عزیز و گرامی، هر چیزی را که شریعت معین کرده است، وقتی نماز میخوانی، وقتی حج میکنی، وقتی که دعوای دین میکنی، از این چیزهایی که بگیم مکروه تحریمی میگنش، حتی ایرا به حرام نزدیکش میگن. البته با فتواهای معاصر امروزه مادامی که مقصد در اسراف که داخل میشود، قرآن میگه این المبذرین کانوا اخوان شیاطین و کان شیطان لربه کفورا. خداوند میگه کسی که اگر پولش در ناسخری صرف بکنه، این آدم اسرافکاره و این برادر شیطانه و شیطان در پیش الله کافره. میگه میخواد برادر شیطان نکن. برادر عزیز و گرامی، دانشمندای ناسخرها را و ناسکشا را در قطار آدمای اسرافکار میشمارن. ولی در رمضان یک خانه در مهمان شدیم، افطار داد، بعد گفت ناسکشم حاجی بابا، ناسکشم. همین خاندان که میدونم من ناسکشم، تا همین بگایی را که مقصد اذیت زیاد میکشم ای حساب ناس، یگان نبیره و کودکم طرف نمیاد برای که عصبم خرابه. بینیم برادرای عزیز، وقتی که ناس عصب خراب میکنه، آخه این نعمت عقل برای چیه؟ ببین که تا بگاه را مقصد در پی ثوابش نیستی، در پی اجرش نیستی، بلکه در پی که تیزترک شده شوه و مقصد با همون ناس استعمال کنی. برای یک کم طرح خداتون ایستاده و فکر کنین شما چیکار کردیسی؟ در برابر کاری نیکتون ای پشتش کاری بد کردیسی. یعنی نیکی هاتون به سبب این کردار زیشتون ثوابش از بین بردیسی. گندگیش با در چیه؟ همین عملی زیشت شما با سرایت میکنه به فرزنداتون. بینین پشت با پشت یعنی اولاد مقصد همین ناس کشیده رفتن میگیرن. برای همین از این چیز خالی باشین. بینین برادرها، حدیث های پیامبرمون بینین. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ میگه که حدیثی هم بخاری هم مسلم، بچه حضرت عمر روایت میکنه، عبدالله میگه گفت من اکل هذه الشجره یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا. کسی اگر چیسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، گفت مسجد ما در نزدیک نشود. یک حدیث دیگر حضرت انس میاره، میگه پیامبر گفت من اکل هذه الشجره فلا یقربن ولا یصلین معنا. کسی پیاز میخورد، کسی چیسناک میخورد، کسی مقصد هر چیزی که بویناکه وقتی استعمال میکنه، نه مسجد من در نزدیک شود، نه قطعا نماز بخونه. حدیث دیگر حضرت جابر میاره، اینم حدیث بخاری مسلم. من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا. کسی پیاز خورد، چیسناک خورد، از نزد ما خچه دور بگیرن یا از مسجد ما خچه دور کنن، ای مسجد ما بیرون ببراید. خب حدیث دیگر حضرتی حدیثی را که مسلم خودش با تنهایی میاره، من اکل البصل، کسی پیاز میخوره، و ثوم، کسی چیسناک میخوره، و کراسشان رنگ یعنی چیسناکه بگیم، همین هم بویناکه. فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکه تتعظ مما یتعظ منه بنو آدم. حضرت عمر میگه که پیامبر گفت که کسی که اگر پیاز میخوره، چیسناک میخوره یا چیزی بدبوی خورد، مسجد ما نه، زیرا که ملائکه ها آزار مییابند، چگونه که فرزند آدم آزار مییابد. ولی پیاز خورده باشی یا چیسناک خورده باشی، ببین چقدر در بدن یک همراه خام خورده باشی، شریعت میگه پخته بخورش، یا خوردیشم مثلا چیزایی را بخور که همو بوی همراه، اگر چی حلالن یا حرام نیستن،
یکی پخته بخوریم با بهتر است که مقصد بویش در بدن ما نمیمونه. حضرت عمر حدیث میارد، امام مسلم میارش، میگه انه خطب یوم الجمعه فقال فی خطبته ثم انکم ایها الناس تاکلون شجرتین ما اراهما الا خبیثتین البصل و الثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلهما فليمتهما طبخا. حضرت عمر میگه خطبه خوان، خطبه روز جمعه را دوره خلافت شد. میگه بعد گفت که برادرای عزیز وقتی مسجد میایین چسناک و پیاز نخورین، زیرا من در حیات پیامبر دیده بودم که کسی همینها را میخورد و با همون بوی بدنش میآمد پیامبر امر میکرد که اینها را پیش یا همون قبرستان بقیع برید. ببینین همونجا بیرونشان میکرد ای مسجد. به همین خاطر حضرت عمر چی گفت؟ هرگاهی که اینها را تناول میکنین پخته تناول کنین، بخورین، بپزینشون که تا که بوی هاشون روه. برادران تصور کنین که چیزهایی که حلالن، چسناک حلاله، پیاز حلاله، مثال نیازبو میگیم یا پودینه میگیم، هر چیزهایی که اینا حلالن، وقتی اینها میگه بوی دارن پیامبر اینا را ای مسجد بیرون میکرد. آخه اون ناسه که در کیسه داری، من در خدا رحمت کنه صوفی الله را در مسلک المتقینش میگن کسی در برش ناس داره و نماز میخونه، نماز اگر چه گردنش ساکت ایلی که پاداش نداره، اجر نداره، زیرا که در برش چیزی هست که او را شریعت منع کردگی. به این خاطر برادران عزیز بگویم یک بار خودتون اهمیتین وقتی ناس میکشین در بین مردم توف میکنین، همون عادت ناس کشی شما را علاقه به بدتمیزی بردگی. برای همین از این کار زیش دست بکشین. از نگاه دینمان برادرای عزیز، از نگاه انسانگریمان اینا هیچ بگیم نزدیکی ندارن. خیلی و خیلی این چیزا من برای شما مختصرا بیان کردم. یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم انشاءالله هم یک اشاره کش کفایت میکنن. و ایلا اگر من اینجا در این کتابام در پیش من ده ها حدیث برای اسرافش، برای پاکیزگی، برای دوری همین برای شما خانمان، اگر به شرطی که شما در همین چیز جدی نباشین، اگر شما من جدی قبول نکنین، رنگ یک روشنایی را پیش یک کور بردن ای. الهی مهربان توفیق تان تید و خیر دنیا و آخرت نصیب تان کنند. آمین یا رب العالمین.